امروز وقتی که این مادر در زندان است ما چخیل این را به مادران خود تبریک گوییم. ما هم مادر دارم، مادرم در تاجیکستان است، او هم در زیر فشار قرار است، اما من نمیتوانم این روز را به مادرم تبریک گویم چون یک مادر دیگر در کنج زندان است. به خاطر این زن صدا بلند کنند و نگذارند این مادر در کنج زندان در این روزهای روزی مادر بماند. آزادی به شاهده زندانی، شاهده محمد جانова. خدا نگهدار. از همه شما خواهش میکنم در این در آزاد کردن این مادر بی‌طرف نباشید. دوستان، حالا ما اینجا مردم تاجیکستان که همه کسی اینجا جمع آمده، من میخواستم در قضیه شاهد محمد جان کمتر سخن کرد باشم. حالا این مراجعت من به جوان مردان و مردان تاجیکستان است. حالا خواهیم نخواهیم، قبول داریم یا نداریم، ما از فردا به همسران خود، به خواهران خود، به مادران خود این روز رو تبریک میگوییم، گل هدیه میکنیم یا با یک سخن نیکی آنها را خرسند میکنیم. همین است؟ بله. اما حالا من به همه شما مراجعت میکنم مردان تاجیکستان، جوان مردان، هر وقتی که با همسر خود را، خواهر خود را، مادر خود را تبریک میکنید، درباره این مادر هم فکر کنید که این مادر کجا است، این خواهر شما است، این مادر یک تاجیک است، این در کجا با چی جور برای چی پس زندان رفته است. وقتی که حکومت از حقوق زنها حرف میکند ما باید نشان دهیم که این زن برای چی حقوق این زن، این مادر پایمال شده است، چی سبب، چی کمبودی شد که این زن حالا در این حالت قرار دارد. اگر عیبی کرده باشد آشکار گوید که فلان گناه دارد، اما همه ما خوب میدونیم که گناهی ندارد. هرچی که کرده باشد این یگانه گناهی است که استاد باید گفت تاجیک بودنی من عیبی منند، این گناهی پس این مادر بودنی است. وقتی که فرزند او کار کرد، او فرزند است دیگر در سن بالغ است، کلان سال است، خودش باید به حرفش جواب بیاد، نه مادر مظلوم. امروز وقتی که این مادر در زندان است ما چخیل این را به مادران خود تبریک گوییم. ما هم مادر دارم، مادرم در تاجیکستان است، او هم در زیر فشار قرار است، اما من نمیتوانم این روز را به مادرم تبریک گویم چون یک مادر دیگر در کنج زندان است. من برای خودم این را اور میدانم، اوریت میدانم که روم یک نفر را تبریک گویم وقتی که یک مادر دیگر در زندان است. وقتی که ما برابر هم را دوست میدارم باید این مادرم را همچون مادر خود دوست داریم، حرمت کنیم، عزت کنیم. وقتی که حکومت از حقوق زنها حرف میزند برای چی این حقوق را پایمال میکند؟ اگر حکومت در حرف خود صادق باشد پس باید حقوق این زن را هم حمایت کند. وقتی که کمیته زنها فردا در مجلس‌ها جمع آمده حرف میگویند باید درباره این زن هم حرف گفته شود. شما فکر نکنید که این زن دیگر پشت پناهی ندارد. ما مردان تاجیکستان، ما فرزندان تو این ملت از این زن حمایت خواهیم کرد. اگر در تاجیکستان دست ما کوتاه در میدان سیاست اروپا ما این حرف را خواهیم گفت و تمام حکومت ها و تمام نهادهای سازمان‌ها این حرف را میرسانیم که یک زن، یک تاجیک، یک مظلومه در زندان رژیم رحمان است و این است اصلی نسخه همین رژیم. باقی سلامت باشه. آزادی و مادری مظلوم شاهده محمد جانova. آزادی. شهر هم ملت هم وطن ما، چقدر که شما آگاه هستید امروز در تاجیکستان یک مادر، یک زنی بیگناه روانه زندان شده است، خواهر عزیز شاهده محمد جانova. ما امروز جمع از مردمی که در کشورهای اروپایی سکونت دارند از مقامات تاجیکستان طلب میکنیم که این مادر با آزادی برآورده شود و از حکومت تاجیکستان طلب میکنیم که دست از ظلم زنان، از ظلم نسبت مادران و خواهران ما بردارند. آزادی به شاهده محمد جانova. آزادی. Dzień dobry, nazywam się Małgosia. Jestem tutaj z moimi przyjaciółmi, którzy opowiedzieli mi o szahidzie. Chciałam powiedzieć, że nie może być tak, że matka będzie cierpiała za czyny swojego syna, a zresztą ten syn, tutaj przyjaciele moi mówią, że po prostu działał w partii opozycyjnej.
i mama za niego cierpi i jest w więzieniu. Tak nie może być. Free Shohida. سلام علیکم. من مهوشت هستم. من از پولند هستم و من اینجا با همراه دوستانم هستم و اومدم که با آنها یک جایه به این مدت که به یکم گناه، یعنی که برای اونه که مثلا فرزندش در یک سیاست داخل است یا اینکه یک بلاگر است و اون را به گناه محکوم کردن، یعنی زندانی کردن و من گفتنی هستم که این بچه رو برای چی این یک مادر است و میخواهم که شاهده آزاد باشد. آزادی به شاهده محمد جانور. آزادی آزادی سلام دوستان، ما امروز جمع اومدیم به خاطر اون که یک مادر مظلومانه پشت پنجره ظلمات رفته است، به خاطری که پسرش بلاگر است. ما کار نداریم به اندیشه های پسر او، ولی ما هم زنها دست جمعانه از تمام جامعه شهروندی تاجیکستان، از تمام زنان زیایی، ژورنالیستان، ادوکات‌ها و کارمندانی که در تاجیکستان زن مادر هستند، به خاطر این زن مادر صدای خودشان را بلند کنند و نگذارند این مادر در این روزهایی که روز مادر است، روز زنان است، بهار است، در زندان بماند. از همه شما خواهش میکنم، بخصوص از کمیته کار با زنان، بخصوص از آزاده رحمان و بخصوص از خیرنسا یوسفی، مغفرت یوسفی، از تمام جامعه شهروندی آیین حال به نظر و به خاطر این زن صدا بلند کنند و نگذارند این مادر در کنج زندان در این روزهای روز مادر بماند. آزادی به شاهده زندانی، آزادی شاهده محمد جانور. خدا نگهدار. از همه شما خواهش میکنم در این در آزاد کردن این مادر به طرف نباشه. خدا نگهبان همه شما. Yo.